سلام، خوش اومدیم به ویدیو دیگه. توی این ویدیو اومدم بهتون بگم که چطور توی 2 تا 3 ماه از این شدم این بدون ورزش و یا رژیم خاصی 10 کیلو کم کردم. این میخوایم بدونین چطور، بقیه ویدیو رو ببینید. اینی که دقیقا من چیکارا کردم که باعث شد بتونم تقریبا بدون رژیم و ورزش خاصی توی زمان کوتاهی 10 کیلو کم کنم بدون اینکه هیچ گونه عوارض جانبی داشته باشم، مثلا موهام بریزه یا پوستم خراب شه، هر چیزی بهتون توی این ویدیو میخوام بگم. فقط قبل اینکه شروع کنیم ازتون میخوام که اگر که توی کانالم سابسکرایب نیستید سابسکرایب کنید، به خاطر اینکه قراره از این به بعد توی کانالم بیشتر از این مدل ویدیوها بذارم راجع به اینکه چطور وزن کم کردم، چه ورزشایی انجام میدم، ولاگایی که مربوط به سبک زندگیه و کلا اینجور چیزا که اگر که توی مسیر زندگی بهتر سالم‌تر یا وزن کم کردن یا چیزی باشید چون به دردتون بخوره. واسه همین حتما سابسکرایب کنید، بعدشون زنگوله نوتیفیکیشن هم آن بکنید که وقتی که ویدیو جدید آپلود میشه براتون نوتیفیکیشنش بیاد که بتونید بیاین ببینید. خب این اولین ویدیویی که توی این سبک دارم توی کانالم آپلود میکنم و دلیلش هم اینه که چند وقت اخیر کسایی که مدتی بود ندیده بودمشون رو هر بار میبینم همش بهم میگن که چقدر عوض شدی، چجوری اینقدر وزن کم کردی، چیکار کردی. برای اینکه اصلا برسم به اینکه چطور شد که من تونستم وزن کم کنم، بعد بهتون بگم که من اصلا آدمی نیستم که بتونم به این راحتی وزن کم کنم. من توی زندگیم با وزنم مشکل داشتم. حالا جدا از اینکه به خاطر یه سری چیزای ذهنی مثل ADHD یا دپرشن بوده که من همیشه از سن کم با این داستان وزنم سر و کار داشتم، مخصوصا وقتی به سن بلوغ رسیدم یه دفعه وزنم رفت بالا و اصلا خیلی اعتماد به نفسم و به شدت آورد پایین که اون مرحله حساس سن که آدم خیلی اعتماد به نفسش تحریک پذیره. اینو میگم که بدونین اگر که فکر میکنین آدمی هستین که هیچ وقت قرار نیست به بدنی که دوست داره برسه یا کلا ژنتیکش مشکل داره، هیچ راهی نداره دیگه، همینه که هست، بعد با چیزی که هست کنار بیاد. نه اینطوری نیست، چون منم همین فکر رو میکردم و در واقع اصلا اونقدرام که فکر میکنیم سخت نیست. من از وقتی که به سن بلوغ رسیدم شروع کردم همینجوری وزن گرفتن. بگم 14 15 سالم بود که یه دفعه اینجوری شدم که خب خیلی از ظاهرم خوشم نمیاد و برم که یه سبک زندگی سالم داشته باشم و وزن کم کنم توی این حین. یعنی هدف اصلی من این بودش که کلا سالم‌تر کنم زندگیمو، نه اینکه حالا صرفا وزن کم کنم. یعنی من هدفم مثلا داشتن سیکس پک بود، نه اینکه صرفا لاغر بشم. و خب نورمال شروع شد. مثلا من صبح به جای اینکه کیک و شیر بخورم مثلا صبحونه جو پرک برای خودم درست می‌کردم و سعی می‌کردم مثلا یه ذره نمک غذامو کمتر کنم و یه سری تغییرای ریزی که واسه زندگی سالم انجام میدادم داشته باشم. حالا این تغییرات کوچولوی سالم توی زندگی یواش یواش هی سنگین‌تر شد. خیلی بیشتر داشتم هی از رژیم غذایی کم می‌کردم. مثلا با خودم میگفتم که غلات ناسالم برنج سفید و مثلا نون سفید حذفشون می‌کردم و برنج قهوه‌ای نون قهوه‌ای می‌خوردم. بعد که همینجوری بیشتر می‌شد این کنترل‌های افراطی سالم خوری، مثلا نون رو به کل حذف می‌کردم، حتی قهوه‌ایشو، بعدش برنج رو به کل حذف می‌کردم، حتی قهوه‌ایش. از روغن معمولی کردم روغن زیتون، بعدش روغن زیتونم به کل حذف کردم. خیلی افراطی این کارو داشتم می‌کردم و خیلی من تو اون دوره وزن کم کردم. فکر کنم 20 کیلو وزن کم کردم. منی که قدم 160 اون موقع فکر کنم شده بودم 39 یا 40 کیلو. میدونم حتی بعضیا مثلا هستن که توی این قد و وزن نرمال دارن زندگیشون میکنن، ولی مشکل اون ابسسیو بودن ذهنیه. کسایی که نرمال دارن با این وزن زندگیشون میکنن با خودشون هی فکر نمیکنن که صبحونه چی بخورن، کی آب بخورن، کی ورزش کنن، کی ناهار بخورن، کی آب بخورن، کی دوباره ورزش کنن و تمام زندگیشون رو اینجوری کنترل بخواد بکنه این افکار. خلاصه من تو همون سن 15 16 سالگی این حجم از وزن کم کردم و من عادت مامانم 8 ماه کلا قطع شده بود. خیلی کالری کمی می‌خوردم و بدنم این انرژی رو نمیتونست بفرسته واسه اینکه من عادت مامانه بشم. واسه همین به یه وزن ناسالمی رسیدم و بعدش که رفتم دکتر بهم گفتش که بهم میگن آنورکسیا نروسا و بهم گفتش که ممکنه پوکی استخوان زودرس بگیرم، ممکنه هیچ وقت نتونم مادر بشم به خاطر اینکه دارم این کارو میکنم و بهم گفتش که بعد وزن بگیرم. ولی به خاطر اون داستان ذهنی نمیتونستم من قبول کنم که بعد غذا بخورم و وزن بگیرم. ولی به هر حال با زور خانواده و همه چیز من این وزنمو گرفتم و بعدش توی این حین وزن رو گرفتن متوجه شدم که یه چیزی به اسم ریفیدینگ سیندروم وجود داره که وقتی که شما یه تایم طولانی اونقدری که باید غذا به بدنتون نرسوندین و الان دوباره شروع می‌کنین به غذا خوردن، انگار سیری ندارین، انگار همینجوری فقط می‌خورین، انگار میره توی سیاه‌چاله و به این میگن ریفیدینگ سیندروم که خیلی هم خطرناکه. بعد اون متوجه شدم که به خاطر اینکه تایم طولانی
طولانی من غذای درست نمیخوردم، متابولیسم بدنم افت کرده و بعد از این ریفیدینگ سیندروم من نه تنها وزنم برگشته بود بلکه دوباره توپل شده بودم. واسه همین الان باید با متابولیسم داغون اون توپلی رو دوباره حل می‌کردم که نمیشد. اون تایمی بودش که من یه عالمه شروع کردم یویو دایت کردم، این رژیم رو امتحان می‌کردم، اون رژیم رو امتحان می‌کردم، هر رژیمی هم امتحان می‌کردم فایده نداشت و من این وزن لعنتیمو نمیتونستم دوباره کم کنم به خاطر اون متابولیسمی که افتاده بود. یه چیز دیگه که من اینجا اضافه کنم، من به شدت مشکل معده زیاد داشتم، هم به خاطر اون دورانی که خیلی یه دفعه‌ای و زیاد وزن کم کردم، هم به خاطر اینکه ذاتاً من این مشکلات معده رو داشتم و اون دوران شدیدترش کرد و الانی که می‌خواستم وزن کم کنم و این رژیم رو امتحان می‌کردم، اون رژیم رو امتحان می‌کردم، صرفاً داشت بدترش می‌کرد. من حتی توی اون تایم یه مدت طولانی هم گیاهخواری کردم. یعنی ببینید شما رژیمی توی این دنیا نیست که بتونین اسمشو بیارین و من بچه سال امتحانش نکرده باشم. واسه همین الان با این سن اومدم نشستم اینجا میگم اگر که هر رژیمی رو امتحان کردین، هر راهی و هر دریو زدین جواب نگرفتین، این شاید دیگه اون در آخری باشه که میزنین و جواب میگیرین. چون برای من که اینطوری بوده، امیدوارم به درد شما بخوره. خلاصه کاری که من کردم به صورت خیلی اتفاقی پیش اومد. من به خاطر اینکه تایم کاریم یه طوری بودش که یه ساعت خیلی خارج از برنامه روزانه یه آدم عادی بعد میخوابیدم و خارج از برنامه روزانه یه آدم عادی بعد بیدار میشدم میرفتم سر کار، من مجبور شدم که یه تایمی صبحونه نخورم، وقت نداشتم که صبحونه بخورم، همینطوری بیدار میشدم میرفتم سر کار، بعدش وقت نداشتم نهار بخورم و این تایم من خیلی شدید و زیاد بعد میرفتم سر کار. واسه همین شاید نمیدونم تعجب نکنین ولی من نمیتونستم صبحونه بخورم، نمیتونستم نهار بخورم. تنها وقتی که وقت داشتم شام بخورم، وقت داشتم غذا بخورم شام بود. حالا خلاصه بدون اینکه بدونم خیلی الکی من شروع کرده بودم یه چیزی رو به اسم intermittent fasting یا همون روزه برهه‌ای، نمیدونم معنیش چی میشه. و قبل اینکه من راجع به این متد بیشتر توضیح بدم بچه‌ها، میدونم که این متد برای هر کسی نیست، به خاطر اینکه من به اطرافیانم به خیلی‌هاشون این متد رو گفتم و برای خیلی‌هاشون جواب داد و برای خیلی‌هاشون جواب نداد. واسه همین اینو حتما خودتون بعد امتحان کنید و ببینید که به برنامه روزانه‌تون میتونه بخوره یا نه. خلاصش اینه که شما یه پنجره غذایی توی روز داری، یا توی 24 ساعت داری، یه تعداد ساعتی که توی اون تعداد ساعت فقط غذاتون می‌خوری. من اون دوران مثلا اصلا وقت نداشتم که صبحونه یا نهار بخورم یا چیزی اون واسه همین فستینگ کامل بودم تا شام و شام فقط میتونستم بخورم و چون اصلا وقت نداشتم و اصلا هیچ گونه موقعیتی نداشتم که بخوام فکر کنم چی میخورم یا چی نمیخورم، هر چی که دم دستم میومد میخوردم. یه شب مثلا شام برنج خالی میخوردم، یه شب شام پیتزا میخوردم، یه شب شام سالاد میخوردم، هر چیزی. من اصلا بهش فکر نمیکردم. اون دوره رژیمی نداشتم چون من فقط یه وعده میخوردم که اونم شامم بود و من اینطوری تمام وزنمو کم کردم. یعنی این شکلی بهتون بگم بعضی روزا میشد که حالا اتفاقی یا هر چیزی وقت میشد که صبحونه بخورم و من صبحونه رو میخوردم و بعدش گرسنم میشد و اینجا بود که برام جالب بود به خاطر اینکه فهمیدم که یه چیزی خب وجود داره به اسم انسولین و وقتی که شما صبح بیدار میشین بعد از ساعت‌هایی که خواب بودین یه چیزی میخورین، اون شروع میکنه به هضم شدن. برای هضم شدنش انسولین ترشح میشه و انسولین که ترشح میشه اون قند خون شما اوکی تنظیم میکنه، بعدش میفته و بعد شما دوباره گشنتون میشه. حالا اگر که صبح بیدار شدی و چیزی نخورین چه اتفاقی نمیفته؟ همین اتفاقی که گفتم. یعنی چی؟ یعنی گشنتون نمیشه. یعنی اکثرا من توی افرادی که دیدم اگر صبح بیدار بشن و صبحونه بخورن چند ساعت بعد دوباره گشنشون میشه، ولی اگر که صبح بیدار بشن و صبحونه نخورن میتونه تا ساعت‌ها اصلا گشنشون نشه، یادشون بره. میتونین یه بار امتحان کنید برای چند ساعت ببینید که بدن شما چطور جواب میده. بازم میگم من دکتر نیستم، دایتیشن نیستم، ولی فقط دارم تجربه شخصی خودم رو که بهم کمک کرد وزن رو که نمیتونستم کم کنم به خاطر اینکه متابولیسمم افت کرده بود رو بالاخره کم کنم. پس اولین راهکاری که من براتون پیشنهاد میدم اینه که اینترمیتنت فاستینگ رو امتحان کنید، ببینید چه پنجره غذایی به شما میاد. بعضیا پنجره غذاییشون 16-8 یعنی 16 ساعت توی فاستینگن، چیزی نمیخورن و 8 ساعت حالا هر چند تا وعده‌ای که میخوان بخورن رو تقسیم میکنن. بعضیا 24 20 ساعت چیزی نمیخورن، 4 ساعت چیزی میخورن. بعضیا هم مثل من یک وعده در روزه یا همون اومد one meal a day بهش میگن اومد. من خودم 90% اوقات اینه رژیم، یعنی اینه سبک زندگی. واسه همین بهش نمیتونم بگم رژیم، واسه همین میگم من رژیم نگرفتم که بخوام وزن کم کنم، چون عملا این رژیم نیست. من هر چیزی که میخواستم میخوردم و در خارج از زمانی که چیزایی که میخواستم و میخوردم هم گشنم نمیشد. واسه همین واقعا راحت ترین متدی بود که من باهاش تونستم وزن کم کنم. البته بگم با هر چیزی بجز این، حالا با دایت و با رژیم‌های مختلفی که بود، شاید میتونستم مثلا یه وزن کوچیکی کم کنم که بعدش سریعا برمیگرد. ولی من الان روی این متد بالای 1 ساله که هستم و بدون اینکه اصلا بهش فکر بکنم
این وزن اومده پایین و همینجوری پایین مونده و اگر که بخوام که بیشتر وزن کم کنم خیلی خیلی ساده است. مقدار کالری که توی روز میسوزونین رو به دست بیارین و از اون بیشتر نخورین. اگر اندازه اون بخورین وزنتون همونقدر میمونه، اگر کمتر از اون بخورین وزنتون میاد پایین و اگر بیشتر از اون بخورین وزنتون میره بالا. حالا چرا اینترمیتنت فاستینگ میتونه کمک کنه؟ به خاطر اینکه شما امکان اینی که توی اون پنجره غذایی خیلی کوچیک بتونید تمام اون حجم کالری رو جا بدین خیلی پایین‌تره. واسه همین من توی اون یه وعده‌ای که توی روز می‌خوردم، هر چیزی که می‌خواستم می‌خوردم، ولی بازم وزنم میومد پایین، چون مهم نبود چی دارم می‌خورم، صرفا به خاطر اینکه یک وعده بود به هر حال کالریش پایین میشد و من به هر حال وزن کم می‌کردم. حالا اینی که بدن شما چقدر کالری میسوزونه، حتی اگه استراحت کنین، هیچ کاری نکنین، فعالیت خاصی نداشته باشین، BMR حساب میشه. مقدار کالری که میسوزونین بدون ورزش یا چیزی در حالت استراحت، این عدد BMR شماه و من میتونم یه محاسبه‌گر BMR پایین توی دیسکریپشن براتون بذارم که بریم BMR تون رو حساب کنید و ببینین که شما در حالت استراحت بدون اینکه فعالیت خاصی انجام بدین، ورزش خاصی بکنین، صرفا برای زنده موندن بدنتون چقدر کالری میسوزونه. این عدد رو اگر میخواین نیم کیلو توی هفته کم کنین، منهای 500 بکنین. نیم کیلو وزن 3500 کالریه و در طول 7 روز هفته میشه 500 کالری در روز. تقریبا واسه همین اگه که بخواین هفته نیم کیلو کاهش وزن داشته باشین، از چیزی که بدنتون به حالت نرمال میسوزونه 500 تا کم کنین، هفته ای نیم کیلو وزن کم کردنتون رو به راحتی دارین. یا اگر میخواین وزن اضافه کنین، همین متد رو میتونین اجرا کنین، یا اگر میخواین وزنتون تکون نخوره، همین متد رو باز میتونین اجرا کنین. حالا این بخش علمیش بود که شما چطوری وقتی که اینترمیتنت فاستینگ کنین بدون اینکه بدونین حتی میتونین که وزن کم کنین، به خاطر اینکه احتمال اینکه اون مقدار کالری رو توی اون مقدار ساعت کوچیک بتونین بخورین خیلی پایینه. واسه همین برای من این راحت ترین و حتی غیر قابل حس ترین رژیم و وزن کم کردن بود. یعنی اصلا حس نکردم، همینجوری خودش اتفاق افتاد، هیچ سختی نداشت و به خاطر اینکه از همه گروه‌های غذایی من می‌خوردم و اصلا خودم رو رستریکت نمی‌کردم واسه چیزایی که می‌خورم، من نه مشکل پوستی پیدا کردم، نه موهام ریخت، نه هیچ چیز کم و کسری توی بدنم به وجود اومد. واسه اینکه هر چیزی که می‌خواستم می‌خوردم، اصلا بهش فکر نمی‌کردم. چند تا تیپی که میتونه اگر که می‌خواین اینترمیتنت فاستینگ کلا هر مدل وزن کم کردنی انجام بدین بهتون کمک کنه، اینه که اولین چیزی که می‌خورین توی روز رو سعی کنین یه چیزی که پروتئین بالا، چربی خوب و سالم تقریبا بالا و کربوهیدرات پایینی داره انتخاب کنین. به خاطر اینکه شما بعد از چندین ساعت غذا نخوردن چیزی که می‌خورین بیشترین واکنش انسولینی رو توی بدنتون به وجود میاره. وقتی که انسولین توی بدن ترشح میشه، هورمون چربی سوزی استاپ میشه. به علاوه اتفاقی که میفته اینه که اگر که یه چیزی بخورین که انسولینتون رو به شدت یه دفعه بترکونه، ممکنه در طولانی مدت دیابت بگیرین. به خاطر اینکه دیابت در واقع وقتی که بدن نمیدونه کی چقدر بعد انسولین تولید کنه و بفرسته و این به خاطر این به وجود میاد که بدن یه دفعه تو شوک‌های قرار گرفته و مجبور شده یه دفعه اینطوری انسولین پرت کنه. واسه همین تا حد ممکن این انسولین رو تحت کنترل نگه دارید، برای سلامتتون به طور کلی بهتره، حالا جدا از وزن کم کردن. واسه همین من معمولا به نظرم بهترین چیز واسه افرادی که میخوان اینترمیتنت فاستینگ کنن یا میخوان صبحونه نهار شام عادی بخورن، اگر که شما دوست ندارین اینترمیتنت فاستینگ کنین و دوست دارین حتما صبحونه بخورین، بهترین حالتش اینه که صبحونه صرفا تخم مرغ، سوسیس یا کلا یه چیزی که چربی خوب و پروتئین بالا و کربوهیدرات پایینی داره شروع کنین. مثلا یه چیزی که راجع به تخم مرغ هست اینه که به خاطر کلسترول بالا بده برای آدم، اصلا اینطوری نیست. یعنی چربی حیوانی یکی از بهترین چیزایی که میتونین بخورین و هر کسی، هر دکتری که بهتون گفت چربی حیوانی رو جایگزین کنین با چربی گیاهی، فرار کنین، برین یه دکتر دیگه پیدا کنین. کره، تخم مرغ، این چیزا، این چربی حیوانی بهترین چربی ان واسه بدن ما. سعی کنین که اصلا این چربی خوب و سالمی که توی مواد غذایی حیوانی هستش رو با مارگارین یا چربی گیاهی که الکی ان، اینا رو مارگارین رو بریزین دور. مارگارین ضرر داره خیلی. حالا اگر اینترمیتنت فاستینگ هستین یا اگر نیستین، بهترین چیز برای شروع چیزی که میخورین در طول روز، به خاطر اینکه اولین واکنش انسولین رو به وجود میاره، چیزیه که پروتئین بالا و چربی سالم بالا و کربوهیدرات پایین داره. اگر که دوست داشتین توی گوگل سرچ کنین شاخص گلایسمی حالا هر غذایی که میخواین که بخورین و اگر که شاخص گلایسمیش پایین بود، اون غذا بهتره برای شروع شکستن فستتون یا همون صبحونه یا حالا اولین وعده‌ای که میخورین که بعد از ساعت‌ها چیزی نخوردنه، شاخص گلایسمیش تا حد ممکن پایین باشه بهتره، به خاطر اینکه انسولین کمتری یا شتاب کمتری توی ترشح انسولین هستش و در کل برای سلامتتون بهتره. مثلا شاخص گلایسمی سیب‌زمینی معمولی سفید از سیب‌زمینی شیرین بالاتره، پس نشون میده که نشاسته توی سیب‌زمینی شیرین کامپلکس تره و واسه هضمش بیشتر زمان میره، واسه همین انسولین یه دفعه پرتاب نمیشه، واسه همین این غذا دیر هضم تره و برای بالانس انسولین بهتره. اگرم که نمیخواین توی این مسئله زیاد حساس باشین،
از وعده اول به بعدتون حساس نباشین. وعده اول مهمه که سعی کنین یه چیزی که شاخص گلایسمی پایین داره بخورین. البته اگه اینو بتونین واسه بقیه غذاتون هم رعایت کنین خب خیلی بهتره، به خاطر اینکه به هر حال قند یا شکر چیزا ضرر دارن، ولی خب ما آدمی داریم زندگی می‌کنیم، نمی‌خوایم خودمون از چیزی ریستریکت کنیم. من خودم وقتی که وزن کم کردم هیچ چیزی ریستریکت نکردم، ولی همیشه حواسم بود که اولین چیزی که می‌خورم اون واکنش بد انسولین رو نداشته باشه، صرفا به خاطر سلامتم. من ورزش خاصی تو این دوران نکردم. البته نمیتونم بهتون بگم که ورزش نکنین، حتما بهتون پیشنهاد میدم که اگر وقتشو دارین یا علاقه دارین یا هر چیزی، حتی اگه علاقه ندارین یا وقتش ندارین، سعی کنین که علاقهشو پیدا کنین، وقتشو پیدا کنین، مدل ورزشی که دوست دارین پیدا کنین. ورزش حتما لازم نیست که توی باشگاه باشه. اگر رقص دوست دارین رقص انجام بدین، اگر باشگاه دوست دارین باشگاه انجام بدین، اگر کالستانیک دوست دارین کالستانیک انجام بدین، اگر که ورزش توی خونه دوست دارین پیلاتس دوست دارین یوگا، هر ورزشی که دوست دارین اصلا مهم نیست. اگه پیاده‌روی معمولی دوست دارین، هر ورزشی که دوست دارین اصلا مهم نیست. هر چیزی که دوست دارین رو پیدا کنین و اون رو انجام بدین. من توی اون دوره ورزش نمی‌کردم ولی سر کار میرفتم و سر کارم از نظر فیزیکی زیاد اکتیو نبود، به خاطر اینکه همیشه بدو نداشتیم، ولی یه تایمای اکتیوی داشت، یه تایمای صرفا نشستن داشت. واسه همین نمیتونم بگم که کارم اونقدر فعالیت فیزیکی بالایی بود، ولی فعالیت فیزیکی بود که من توی اون دوران داشتم. ورزش نکردم ولی سر کار میرفتم، ولی بازم اون کار انقدر سنگینی نبود. تیپ بعدی واسه اینکه چطوری به این روند وزن کم کردن و زندگی سالم‌ترتون سرعت ببخشید اینه که آب زیاد بخورین. آب زیاد بخورین، اما شنیدین که میگن مثلا 4 تن آب توی روز با چقدر مثلا 5 لیتر آب توی روز بخورین. اینم اشتباهه. آب زیاد هم خوب نیست. در واقع بر رنگ ادرارتون رو چک کنین و اگر رنگ ادرارتون اینه در واقع شما دارین خیلی کم آب میخورین، و اگر اینه شما دارین خیلی زیاد آب میخورین، رنگ نداره، و اگر اینه در واقع اونجایی که سالمه. پس یه خورده بعد کوچولو و زرد باشه. بزرگترین تیپی که دارم اینه که هیچ چیزی رو توی مواد غذایی و رژیم غذاییتون حذف نکنین، به خاطر اینکه کلا حذف کردن کار اشتباهیه. من بیشتر این شکلی بهش نگاه میکنم که من بدنمو دوست دارم، پس از نظر سالم بودن یه چیزی بهش اهمیت میدم و از نظر اینی که دلم چی میخواد هم بهش اهمیت میدم. حالا چطوری میتونی به جفتش اهمیت بدی؟ آقا من فقط دوست دارم پیتزا بخورم. اوکی، من خودم شخصا توی خودم متوجه شدم که اگر که هر روز پیتزا بخورم حالم از پیتزا برام میخوره. واسه همین یه چیزی رو که دوست دارم لذتشو برای خودم نگه میدارم. سعی میکنم توش زیاده روی نکنم تا اون لذت رو ازش داشته باشم. واسه همین اگر بعضی وقتا پیش بیاد که دلم واقعا پیتزا بخواد، میرم پیتزا میخوام، ولی خب مثلا اولین چیزی که بعد از ساعت‌ها چیزی نخوردن میرم سراغش پیتزا نیست، بخاطر اینکه اون موقع میتونم مثلا یه پیتزا خیلی بزرگو تموم کنم. اولش میرم سراغ چند تا چیز سالمو خوردن و بعدش میرم اون مقدار پیتزایی که دوست دارم من میخورم. یا مثلا اگر که دوست دارم فقط از یه چیز بخورم، اون چیزی که خیلی دوست دارم، سعی میکنم مثلا ورژن سالمشو خودم درست کنم. ورژن سالم میتونه با یه سری چیز کوچولو باشه. مثلا اصلا فکر نکنیم به اینکه چی ازش کم کنی، فکر کنیم به اینکه چی بهش اضافه کنی. مثلا یه بشقاب پلو خورشت مورد علاقتون رو به جای اینکه چیزی ازش کم کنین، یه مقدار سالاد کنارش اضافه کنین. کلا بیشتر به این فکر کنین که چی میتونم اضافه کنم که به ارزش غذایی این اضافه کنه تا بخواد صرفا ازش کم کنه که آخرام گرسنه بمونید، میدونین. و خیلی وقتا خیلی راههای خلاقانه هست واسه درست کردن غذای مورد علاقتون به سبک سالم که اصلا خیلی وقتا حتی ممکنه ترجیحش بدین به اون چیز حالا ناسالم تری که میخوردین. یکی از بزرگترین پیشنهادایی که من میتونم بهتون بدم از تجربه شخصی اینه که هیچ غذایی رو توی کاتگوری خوب یا بد نذارین، چون ناخودآگاه توی اونی که خوبه سعی میکنین سفت پیش برین و وقتی نمیتونین یه دفعه میشکنین میرین سمت این غذایی که سالم نیستن یا مثلا بدن توی کاتگوری بدتون قرار میگیرن و خودتون رو توی اونا میکشین و بعدش اینجوریه که خب دیگه من گند زدم دیگه فایده نداره و بعدش کلا میشکنین. این کارو نکنید. هیچ چیزی ناسالم نیستش، هر چیزی به اندازش سالمه. ولی در کل من برای اینکه بتونم بدون استرس و فکر زیاد، مخصوصا به خاطر اینکه من دوست داشتم واقعا غذا برام دغدغه نباشه و هی بهش فکر نکنم و انقدر ابسسیو نباشم روش، برای من بهترین راهی که داشتم، بهترین چیزی که برام جواب داد همین اینترمیتنت فاستینگ، در واقع دقیق‌تر بگم اومد بود. به خاطر اینکه من اون یک وعده‌ای که توی روز غذا می‌خوردم به هیچ چیزی فکر نمی‌کردم، چون که تمام طول روز و وقت داشتم که بدون اینکه هیچ چیزی بخواد تو فکرم بیاد یا هیچ چیزی بخواد اضافه بر سازمان ذهنمو درگیر کنه کارامو می‌کردم، به روزم می‌رسیدم و بعدش توی اوج آرامشم بدون اینکه بخوام به چیزی فکر کنم هر غذایی که جلوم بود و دوستش داشتم رو می‌خوردم و اصلا بهش فکر نمی‌کردم و با این حال تونستم 10 کیلو وزن کم کنم و اصلا متوجهش نشم. من فکر می‌کنم طبیعی‌تره برای بدن انسان که دائما این گوارشش در حال کار کردن نباشه و دائما توی این کرش بالا رفتن انسولین نباشه. آلزایمر یا چیزایی که یا دیابت، اینا بیماریای خیلی 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 قدیمی نیستن و من فکر می‌کنم ریشه‌شون برمیگرده به همینی که ما خیلی تعداد بالایی توی روز داریم غذا می‌خوریم و من خودم روی خودم تست کردم و متوجه شدم که این یک وعده
وعده غذا خوردم توی روز نه تنها باعث شد کلا این وزنمو به راحتی کم کنم، باعث شد که پوستم بهتر بشه، باعث شد مشکل معده‌ای که من پوستم سرش کنده شده هر دکتری میرفتم حل نمیشد حل شه. من این مشکل معده‌ای که معدم ترش میکرد، زخم معده داشتم، ریفلاکس معده داشت، هر چیز معده‌ای که شما فکر کنید من داشتم، با یک وعده توی روز غذا خوردم و نه بیشتر این مشکل حل شد. متوجه شدم که این گوارش بدبخت من صرفا داشته زیادی کار میکرده و اگر که مشکل معده یا اذیتی معده دارین میتونین امتحان کنید ببینین این بهتون جواب میده یا نه، چون برای من خود راه حل بود. اینم یادم نره که بگم خواب یکی از مهمترین چیزها، یعنی تا حد ممکن سعی کنین که خوابتون رو درست کنین. من خودم توی اون تایم خوابم افتضاح بود به خاطر تایم کاری که داشتم. در کل خواب سالم، خواب به موقع به شدت تاثیر میذاره از همه نظر، از نظر تاثیر گذاشتن روی هورمونای گرسنگی و یا سیریتون، از نظر تاثیر گذاشتن روی پف بودن و کرخت بودن بدنتون، از نظر تاثیر گذاشتن روی گوارشتون، روی همه چی این خواب تاثیر میذاره. یعنی واقعا تا حد ممکن اگر که میتونید سعی کنید خوابتون رو درست کنین، استراحت با کیفیت کافی داشته باشین، این خیلی کمک میکنه. سعی کنین یه تکنیک 80-20 رو رعایت کنین. 80% مواقع چیزایی که کیفیت و ارزش غذایی بالایی دارن بخورید و 20% مواقع هم چیزی که دوست دارین رو بخورید. اگر که دوست دارین بیشتر با اینکه چیکارا میکنم واسه این مدل سبک زندگی و یا چیا میخورم یا یه سری مثالات همراه باشید، حتما میتونین اینستاگراممو دنبال کنین. همین دیگه. اگر سوالی بود چیزی بود حتما بگین بهم توی کامنت ها و اگر که این ویدیو رو دوست داشتین حتما میتونین لایکشو بکوبید و اگر که سابسکرایب نیستید لطفا سابسکرایب کنید و ویدیو بعدی که راجع به اینن و شما توی کامنت ها بهم میگین سوالاتون چیه و رقمشون میزنین رو از دست ندین. چه جمله طولانی. مراقب خودتون باشین. فعلا